امروز تمام همکاران رسانه‌ای ما از قشر ذکور به رسم اعتراض به ماسک زدن خانم ها ماسک زدن در برنامه هایشان و از این پس قرار است در کنار ما یک جای با ماسک حضور پیدا کنند. اقدام نیکی هست، حمایت خوبی بود. تشکر میکنم از تمامشان که به رسم اعتراض در کنار ما ایستاد شدن. و مخاطب این ویدیوی ما هم صرف مردان افغان و تمام مردان رسانه‌ای هستند. ما در حال استپ بای استپ پیش رفتن هستیم. امروز که برای من ماسک وضع شود که من نصف صورتم را بپوشانم، فردا برای من برقه وضع میشه یا چادری وضع میشه که کاملا پوشانیده شوم. آیا زمانی که من مجبور به پوشیدن چادری شوم بر رسم اعتراض همکارای من در کنار من چادری میپوشن؟ یا زمانی که صدای من حرام اعلان شود و به طور کامل زنان رسانه‌ای از رسانه ها حذف شوند، آیا مردان رسانه‌ای، آیا همکارای رسانه‌ای من به رسم اعتراض صدای خودشان را خاموش کرده از رسانه ها کناره‌گیری میکنن؟ این سوال مهم هست. روزی که من چادری بپوشم، همکار مرد من برای حمایت از من در کنار من چادری میپوشه؟ اگر روزی شاهد ای باشیم که چادری برای خانم های افغان در روی رسانه، در روی پرده تلویزیون بس شود، او روز هم باید همه قسم حمایت شود. همه قسمی که در کنار ما ایستاد شدن ماسک زدین، در کنار ما ایستاد شدن چادری بپوشیم. روزی که صدای ما حرام اعلان شود و به طور کامل از رسانه ها کنار برین، او روز هم صدایتان خاموش کنین و از رسانه ها کنار برین. اگر حال حمایت ما میکنین،